سلام دوستای قشنگم، امیدوارم حالتون خوب باشه، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و مثل همیشه با من همراه باشید که فالتون رو بگیرم. چشماتون رو ببندید و یکی از سنگ‌های آبی یا قرمز رو انتخاب کنید تا فالتون رو بگیرم. خب اینم از سنگ قرمز. به نظر میاد که همتون قراره پول گیرتون بیاد. هر دو فنجون به نربکیاشون چسبیده بودن که این نشون دهنده اینه که پول گیرتون میاد. حالا اول فال کسانی رو بگیریم که سنگ آبی رو انتخاب کردن. خب دوستای عزیزم، شما به نظر میاد، البته بذارید این نربکی هنوز هم آب داره و هنوز نقشاش تکمیل نشد. به نظر میاد فکرتون بازه، یک چراغی تو زندگیتون روشن میشه و مسئله برای شما واضح میشه که خوشحال کننده است برای شما. از موضوعی سر در خواهید آورد که براتون خوشحال کننده است. به نظر میاد که منتظر خبری هستید که انشاءالله این خبر به دستتون میرسه. خدمتون بگم که شما احتمالاً نگران یک آقا هستید که این آقا دچار گیر و گرفت و مسائل و مشکلاتیه که این باعث نگرانی شماست. به این فکر میکنید که چه کاری میتونید براش انجام بدید، چه کمکی ازتون برمیاد و این آقا واقعا نیاز به کمک داره. حتما اگر کاری ازتون برمیاد براش انجام بدید. خب اینم که از فنجونتون. خب انگار شما جایی مراجعه میکنید، به محلی مراجعه میکنید و درخواستی دارید. میتونه این درخواست در واقع یه درخواست واقعی باشه، اداره‌ای، به دادگاهی، به جایی مراجعه میکنید، یا اینکه ممکنه که شما به یک محل معنوی مراجعه کنید، از مثلا افراد مقدس درخواستی داشته باشید، چون خیلی مؤدبانه ایستادید و دارید خواستتون رو بیان میکنید. از این طرف که نگاه میکنم یک آقایی رو میبینم که به شما پشت کرده، قهره، خیلی قهر و چیز کلافه است، عصبانیه و شما پشیمون هستی. انگار که یه کاری کردی، یه نفر خیلی بهش برخورده و الان شما پشیمونی ولی نمیدونی باید چه کاری انجام بدی. خب خدمتتون بگم که انگار انتظار میکشید. نمیدونم توی نلبکیتون انگار بهتون گفتم یه جور انتظار براتون میبینم. حالا منتظر خبری هستید، منتظر شخصی هستید، منتظر اتفاقی، چیزی هستید که ایستادید آرزومندانه و در حال انتظار کشیدن هستید. به پول فکر میکنید، حالا یا بر صدد مثلا به دست آوردن پولی هستید یا برای کاری نیازی به پول دارید که در واقع فکرتون مشغول اینه که چطوری این پول رو فراهم کنید. خب برای شما واقعا زیارتگاه هم میبینم. حالا یا نظر کردید به یک زیارتگاه یا اینکه فرصت رفتن به زیارت رو براتون پیش میاد و خواهید رفت. با یک آقای قد بلند که قشنگ یک سر و گردن از شما بلندتره میبینم که عاشقانه دست همدیگه رو گرفتید و با هم دارید صحبت میکنید. انگار سر یه موضوعی دارید نقشه میکشید، در مورد یه موضوعی مثلا نظرات خودتون رو میگید، هر کدومتون یه ایده داره و در واقع آرزوها و خواسته هاتون رو برای همدیگه بیان میکنید. به نظر میاد دوستانه دارید با همدیگه به یک توافق رأیی میرسید. خبر خوش میشنوید، خبر در مورد یه نینی هم میشنوید، یه جوجه رو خبرش رو میشنوید، انشاءالله که خوشحال میشید. حالا یا خبر بارداری کسی یا خبر زایمان کسی.
پول براتون میبینم، با یک امضا این پول به دستتون میرسه. ممکنه که امضای مثلا وام باشه، ممکنه که سندی باشه که به نامتون امضا میشه و بابتش پول میدید یا پول میگیرید، یه چیز این مدلیه. پول زیادی هم هست براتون. خبر بسیار خوبی رو از راه دور میشنوید که خیلی خوشحالتون میکنه. در جایی که احساس میکنید که در تنگنا هستید این اتفاق براتون میفته. شاید هم مثلا این چیزی که من میبینم مثلا به فکر مهاجرت باشه براتون، چون که به یک راه وصله و این پرنده بسیار زیبا افتاده براتون و احتمال داره قصد مثلا مهاجرت داشته باشید یا نه مثلا بخواید از شهر به شهر دیگه برید زندگی کنید. این اتفاق براتون میفته و بعد از این اتفاق من برای شما روشنایی میبینم. اگه شما در صدد چنین تصمیم بزرگی هستید، بهتون بگم که این تصمیم برای شما خیلی خوب خواهد بود. الانم که هم دلتون گرفته، هم یک کوچولو دلخور یا ناراضی هستید، اما زندگیتون داره رو روالش پیش میره دیگه. زندگی همینه دیگه، اینقدر سختش نکنید برای خودتون. یه دختر بچه هم میبینم که برای شما خیلی مهمه. حالا برای چی برای این دختر بچه نگران هستید یا مثلا به هر حال یک حسی دارید که در مورد این بچه یه جور نارضایتی در وجودتون هست، حالا بابت چه چیزشه نمیدونم، چون خیلی این بچه براتون مهمه. انشاءالله به خیر و خوشی تمام میشه. خب دیگه حالا دیگه نیت کنین واسهتون انگشت بزنم به نیت کسانی که فال با سنگ آبی رو انتخاب کردن. توی این نیت شما من بی‌صبری میبینم، عجله دارید، روشنایی براتون میبینم، کلاه براتون میبینم. کلاه که دیگه موقعیت شغلی یا تحصیلی و یا مثلا به قول من تغییر جایگاه اجتماعیه. خیلی خوبه نیتتون، انشالله که هر خواسته و آرزویی دارید براتون اتفاق بیفته. فقط این که داره به شما میگه یک کمی صبور باشید. خب بریم سراغ دوستانی که سنگ قرمز رو انتخاب کردن. دوستان عزیزم، هم پول گیرتون میاد که قبلش گفتم، هم دارید به یک پول بزرگ فکر میکنید. حالا برنامه چیه؟ میخواید خرج کنید یا میخواید به دست بیارید یا هر چیزی که هست براتون خیلی مهمه. در این مورد شما باید امضایی داشته باشید، یا خودتون امضا میکنید یا کسی براتون امضا میکنه و انشالله این اتفاق براتون خواهد افتاد. هرچند این فکر شماست، من توی فنجونتون جواب این رو میدم، ولی به نظر میاد که تمرکز و فوکوستون روی همین موضوع باشه. در حال حاضر به مسائل مالی دارید فکر میکنید. جلوی چشم 2 تا چشم قلمبه کف فالتون افتاده که یعنی که به راحتی چشم میخورید، بعدم چشم میخورید، در خودتون اسفند دود کنید. خب الان شما درگیر یک ماجرایی هستید که یه جور نارضایتی در شما ایجاد کرده. میتونه یه جور بحث باشه، میتونه یه کاری باشه که نیاز به دوندگی باشه، یه گیر و گرفت باشه یا هر چیزی که هست. شروع شده ولی بیشتر از این هم میشه. یعنی فکر نکنید که مثلا همین الان مثلا تا 2 روز دیگه مشکل حل میشه. نه، این ماجرا یک نقطه اوج داره و بعد شروع میکنه به فرود. میبینم در نقطه اوج این ماجرا با یک آقایی که بهش وصل هستید و احتمالاً همسر شما یا پارتنر شما باشه، یک کشمکشی، یک بگیر و ببندی، یک چه میدونم بحث شدیدی دارید. این ماجرا با دخالت اطرافیانه که داره اوج میگیره و فشار روی شما رو افزایش میده. بعدش هم کم کم فروکش میکنه. من روی این قضیه یک امضا میبینم. ممکنه که کسانی که دنبال حالا خدایی نکرده طلاق هستن، امضای طلاقه. ممکنه که برفرض شما بابت یه مسئله با هم اختلاف نظر داشته باشید، به یک توافق در نهایت برسید، یا اینکه بابت این قضیه سندی بین شما امضا بشه. به هر حال جنبه قانونی پیدا میکنه این ماجرا.
این تبعات این ماجرا، این هرس خوردن ها تا یه چند وقتی ادامه پیدا میکنه، ولی در حالت فروکش کرده و آرومتر شده. بعدش هم که انشاءالله کم کم از بین خواهد رفت. به نظر میاد قصد میکنید که از جایی که زندگی میکنید برید. یعنی به قول معروف بعد از حدود 6 وعده دیگه شما به این فکر خواهید افتاد که اصلا ول کنم، برم یه جای دیگه زندگی کنم، شاید بتونم آینده‌مو یه جای دیگه بهتر بسازم. به هر حال اگر شما چنین قصدی بکنید، توی این ماجرا یک منبع درآمد نقش ایفا میکنه. مثلا ممکنه که شما جای دیگه پیشنهاد یک درآمد داشته باشید، پیشنهاد یک شغل خوب داشته باشید، یا مثلا الان مهارتی دارید که فکر میکنید اگر فلان شهر برید یا فلان منطقه بخواید برید اونجا بازار کارش بهتره. به هر حال جنبه شغلی و درآمدی و اینها براتون داره این تصمیم. صحبت تقسیم یک ارث و میراث بینتون خواهد شد که رقم خوبیه، اما یک گیر و گرفتی داره. به این راحتی تقسیم نمیشه. یکی روش نشسته. منظورم اینه که یکی طمعشو داره و میخواد به مانع این بشه که حالا درست تقسیم بشه یا اصلا هی تقسیم نشه، کلا خودش بخواد همشو بکشه بالا و اینا. این یه ماجرا داره. خب دیگه نیاز به این داره که بابتش یک دوندگی بکنید، حرفی بزنید، چه میدونم پیگیر قضیه بشید. تهش با فاصله یک امضا میبینم میگیرید پولو. شاید حالا همشو نگیرید ولی مبلغش میگیرید، منتها نه به این زودیا. طرف کلی شما رو سر میدوونه. خب یک خانوم میبینم میاد طرفتون با دست پر. ممکنه برای شما هدیه‌ای داشته باشه، ممکنه که خبر خوبی برای شما داشته باشه، به هر حال دستش پره و این باعث خوشحالی شما خواهد شد. این خانومه حدود 8-9 وعده دیگه است. لجبازید. مرغتون یک پا داره. کلا توی تصمیم گیری هاتون متاسفانه این لجبازی یک قسمت قضیه رو تغییر میده. حواستون رو جمع بکنید. زمانی که میخواین تصمیم بگیرید از بیرون به قضیه نگاه کنید، اینقدر لج نکنید. میبینم که موفقیت به دست میارید، جایگاهتون تغییر میکنه. انشاءالله این مسیر سختی رو که میخواید در پیش بگیرید براتون نتیجه بخشه و خودتون هم راضی خواهید بود. یه جایی هست که شما هستید و یه عده آدم پشت سر هم ایستادن و به شما مراجعه میکنن. نمیدونم شغلتون چیه یا مثلا جایگاه خانوادگیتون چیه، ولی شما افرادی هستن که به شما مراجعه میکنن و از شما درخواست هایی رو دارن. حالا این درخواست میتونه مادی باشه، میتونه معنوی باشه، میتونه شما مثلا شغلتون یه طوری باشه که ارباب رجوع داشته باشید، ارباب رجوع صف ایستن مثلا به شما مراجعه بکنن، یا یه چیزی تو این مایه ها. خب در مورد یک ملک هم یک سری ابهامات دارید همین الان که حالا چی میشه نمیشه چه کار کنم. این نیاز به صبوری داره. قبلش هم بهتون گفتم شما عجولید. به هر حال توی این قضیه به نظر میاد که یه مقدار بی صبر و حوصله باشید. خب اون پولی بود که بهتون گفتم بهش فکر میکنید. بله این پول شما به دست میارید، خیلی هم براش زحمت خواهید کشید، ولی یه پول درست حسابیه که به دستتون میرسه و خوش شانسی هم باهاتون میشه، همراه میشه که این اتفاق براتون بیفته. خب شما هم دیگه نیت کنین، چشماتون رو ببندین. دوستانی که سنگ قرمز رو برای فالشون انتخاب کردن، خب ببینید خودتون میبینید اینجا یک خروس افتاده. خروس خبریه که خیلی زود به شما میرسه و خوشحالتون میکنه. از این برم یک کلاهه که کلاه هم که دیگه خودتون استادید. جایگاه شغلی، تحصیلی یا اجتماعی یک پیشرفت در این زمینه برای شما خواهد بود. امیدوارم از فال امروزتون خوشتون اومده باشه، اتفاقای خوبش براتون بیفته. هرچند که من معمولا خیلی کم پیش میاد که اتفاقات بد رو بگم یا به بد تعبیر بکنم،
و خوشبختانه همینم انرژی مثبت داره و این انرژی در زندگی شما امیدوارم که جاری بشه. خوشحالم از اینکه شما رو دارم و ممنونم از اینکه همیشه با من همراه هستید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و خدا حافظ.